مردم گوشه‌های مختلف عالم به نشانی همدلی با قربانی‌های حمله بالای مجله هجوی شارلی هبدو که 7 ینور در پایتخت فرانسه به وقوع پیوسته است، گرد همایی‌ها تشکیل نمودند. در نزد سفارت فرانسه در کیشینیو، روزنامه‌نگاران مولداوا گل گذاشتند. چند از اشتراکچیان راهپیمایی شعارهای من شارلی هستم را بالا برداشته بودند. همین گونه مراسم در شهر الماتای قزاقستان در نزد کنسولگری فرانسه برپا شد. خبرنگاران به نشان احترام قربانی‌های حمله پاریژ در درآمدگاه کنسولگری گل و قلم و شمع فروزان گذاشتند. در پایتخت افغانستان شهر کابل بر ضد سفر روحانی و سیاستمدار پاکستانی مولانا فضل الرحمن گردهمایی اعتراضی برگزار شد. فضل الرحمن یکی از پشتیبان‌های آشوب طالبان بوده، این قیام بر ضد خارجیان را جنگ شرعی ارزیابی می‌کند. سازمان‌های شهروندی افغانستان در گوشه‌های مختلف کابل جمع شده بر ضد شرکت فضل الرحمن در یک نشست بخشیده به امنیت منطقه صدا بلند کردند. در شهر پیشاور پاکستان علمای اسلامی مذهب‌های مختلف از اقدام‌های حکومت نو این کشور که هدف از آن مبارزه با تروریسم است دستگیری کردند. علما گفتند که از کوشش‌های مقامات بهر تحکیم حاکمیت قانون و حمایت مردم آسایشته پشتیبانی می‌کنند. هفته روان پاکستان به دادگاه‌های نظامی محاکمه افراد متهم با تروریسم را اجازت داد. دو حزب اساسی دینی در پاکستان به این اقدام مخالفت نشان دادند.